این ویدیو بهت نشون میده که چه اتفاقی میفته که اگه یه دونه ذرت رو توی لیوان بکاری. ذرت قبلا شبیه یک لوبیا رشته‌ای خیلی زشت بود، ولی انسان شروع به اصلاح ژنتیک اون کرد تا اندازه اون رو به حد اکثر برسونه و آخرش هم شد همین ذرتی که ما الان مصرف میکنیم. این جوونه‌های کوچیکی که داریم میبینیم یعنی اینکه این داستان واقعا کار میکنه و گیاه رشد میکنه. تا حالا پوسته ذرت رو باز کردید، اون رشته‌های سفید رنگ توش رو دیدید؟ یه سری موهای ابریشم مانندیه که سطح ذرت رو پوشونده، ولی در کل بهش ابریشم ذرت میگن و خیلی هم مفیده. مردم قبلا از اینا استفاده میکردن، البته بهتره بگم که هنوزم استفاده میکنن و مصارف پزشکی مثل درمان مشکلات دستگاه ادراری، بیماریهای قلبی، فشار خون بالا و موارد التهابی و کلی چیز دیگه استفاده میشه. من نمیفهمم که ریشه های این گیاه چجوری توی یه لیوان جا شده و الانم که این گیاه ذرت ما کاملا سالم به نظر میرسه.